این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. درست. در اینجا در پاراگراف بعدی میگه ولا کلام، هیچ حرفی نیست، فی ان المراد بالناصبه هم اهل التسنن. میگه هیچ دیگه جای بگو مگو نیست، بحثی نیست که مراد از ناصبه کیا هستن؟ کسانی هستن که بهشون اهل تسنن گفته میشه. از همین کتاب در صفحه دیگر این کتاب دوستان اگر اینو نشون بدن، المحاسن النفسانیه از حسین آل عصفور، در اینجا میگه که یکی از علامت‌های نواصب رو، واقعا یعنی اگر این علامت نواصب باشه خیلی آدمای خوبی هستن نواصب، اگر این صفتشون باشه، میگه از علامات نواصب در صفحه 157 میگه که از علامات نواصب این است که متعه را تحریم میکنن. پس هر کسی که به این فاحشه‌گری یا به این زنایی که به اسم دین انجام میشه با مدرک اعتقاد نداشته باشه چی است؟ ناصبه. حتی از خود شیعیان که حتی بلکه اینکه شیعه باشه. پس شیعه‌ای که به متعه اعتقاد نداره، اون شیعیان با غیرت و غیوری که بر محارمشون غیرت می‌ورزند و از این فعل به اصطلاح بد متنفر هستند و حتی از ائمه اهل بیت کسانی که از این افعال متنفر بودن، اینا چی هستن؟ اینا ناصبی هستن.